تونل مانش در فرانسه و یا تونل سیکن در ژاپن که زیر آب ساخته شده واقعا جالبن، اما طولانی ترین و عمیق ترین تونل حفر شده در جهان مربوط به کشور سوئیسه، جایی که شمال و جنوب این کشور و در واقع اروپا از درون کوههای زیبای آلپ به هم وصل میشن. تونل گوتارد با 57 کیلومتر طول بعد از 17 سال تلاش‌های بی‌وقفه در سال 2016 افتتاح شد. فقط در 25% این پروژه از مواد منفجره استفاده شد. TBM هایی به طول 440 متر با چنان دقتی در حفاری تونل به کار گرفته شدند که پس از به هم رسیدن مسیرهای حفر شده ابتدا و انتها فقط 8 سانتی متر به صورت افقی و 1 سانتی متر به صورت عمودی انحراف وجود داشت. مجموعاً 65 قطار مسافربری و 260 قطار باربری هر کدام ظرف مدت 20 دقیقه در این تونل رفت و آمد می‌کنند و روزانه 377 هزار تن کالا از این مسیر جابجا میشه. این تونل تا 2300 متر در عمق کوه فرو میره و تقریباً 28 میلیون تن سنگ و خاک تخلیه شد و در طی این فرآیند 9 کارگر جان باختند. این پروژه در یک همه